سلام علیکم، روز همگی بخیر. کسایی که میخوان اندونزیا بروند، تحصیل در اندونزیا بکنن، برنامه هسته برای تقدیم کردنش این حال آزاد هسته، مفتوح هسته، هوی هسته، میتونین که تقدیم کنین. این برنامه دارای چی میشه و ویزاتون میشه و یک سالی تمام با تمام خراجاتش شما را چیکار میکنن قبول میکنن. فقط از شما یک چی میره، این هم پولی بلیت پولیتون که بختون میرین دوجا هم جای خود میتن، هم چی ماهانه $300 میتند و این چنین زبان اندونزیایی را یک سال تمام درست میتن. این حال برنامه هوی هسته سایچه دم میمونم در تای ویدیو میمونم سایچه تقدیم کنه. کسی که اندونزیا رو میخواد برای که تماشا کنه و منظره هایی که وجود داره، طبیعت هایی که وجود داره و عموما یک ثقافت کلتور اینا و ببینه، میتونه که تقدیم کنه و به پولای فقط یک بلیت میگیری میره میبینی. تقدیم کردنش هم به حد آسان است. اینجا نام پاسپورتی تا مینویسی و بعد اینجا ویبر میکنی مرد زن بدن تا و کدام دولت بدن تا و هم رفتن میگیره. مقصد پر میکنی تاریخی و چیزت، میلادت، پاسپورتت که تمام میشه، ایمیلت، کدت، این چیزی قدر داره و هر کسی که تقدیم کرده چیکار کنه انشالله که قبول میشه و موفقیت سربلند باشه. زنده و سلامت باشه.